شهر وحدت، مکان اصلی پناهجویان افغان. در پی ریدهای اخیر مقامات و اخراج شهروندان افغانستان به کشورشان، ترس و هراس آنها بیشتر شده است. مردم ها را میگیرن، حجتایشان را میگیرن، برشان وقت تعیین میکنن. دیگه فعلا ما تقریبا بیشتر از 20 روز است که 25 روز است به خانه است، هیچ جای نبرآمده. هیچ کس گپ هم نمیزنه. منابع آگاه در تاجیکستان به افغانستان اینترنشنال گفتند روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان شدیدتر شده است. به گفته منابع این رسانه، مقامات تاجیکستان روز چهارشنبه 15 ایول دهها افغان از جمله زنان و کودکان را بازداشت کردند. سفارت افغانستان در دوشنبه و مقامات تاجیکستان موضوع را شرح نمی‌دهند. بعضی از پناهجویان افغانستانی هم در صحبت‌های بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی دلیل اخراج آنها را به افغانستان زیر راهبری طالبان شرح نمی‌دهند و تنها نزد آنها مهلت گذاشتند که باید تاجیکستان را ترک کنند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان 9000 شهروند افغانستان زندگی می‌کنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کرده‌اند. این گروه تندرو بیش از 3 سال باز در افغانستان حکومت می‌کند و به نقض حقوق آدمان به ویژه زنان و دختران متهم است.